سلام، مخلصیم در بست. آقا هرچی شکاف مکافای سیدعلی و نظامش بیشتر میشه، سر موشکافم شلوغتر میشه. بوکس و کشتی کچ و جدو کم بود، حالا کشتی فرنگی هم اضافه شد. تریپ سیدعلی رو با 2 بنده دیدید؟ بله، تو روزایی که شیخ فری داره چمدون نیویورک رو میبنده و با اکبر کوسه خواب روبرو شدن با اوباما توی مجموعه بهداشتی نمیدونم راهروی جایی رو میبینه، سیدعلی همچی 2 بنده پوش پرید وسط دوشک و شروع کرد به نرمش قهرمانانه. ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. چطور شد؟ تا دیروز که میگفتی تحت گاز میریم و نمیترسیم و علم میکنیم و بل میکنیم، با خاک یکسان میکنیم و این حرفا. راستشو بگو، کدوم عضلات کش اومده که حالا به فکر نرمش قهرمانانه افتادی؟ اصلا نرمش قهرمانانه چه صیغه‌ایه؟ اما نرمش قهرمانانه واقعاً چیست؟ طبعاً بهترین مفسر این تعبیر کسی است که آن را به کار برده است. رهبر انقلاب همان گونه که گفتند سالها پیش یا دقیقاً 17 سال قبل نیز از نرمش قهرمانانه سخن گفتند. من میگم شما تیزتر از شمشیر باشید و نرمتر از حریر و سختتر از سنگ و پولاد. مثل حریر نرم باشید. در عالم دیپلماسی میدان نرمش های قهرمانانه است. نرم باشید، منتها نرمشی که تیزه. اومد حرف بزنه ملق زد. نرم باشید، منتها نرمشی که تیزه. محسن جان، یه نرمش قهرمانانه ولایت پسند بیا ببینی تو عمل چجوریه. اصلا من خودم نها کن، بیا نها کن. این فقط یه چشمه از اقیانوس حرکات انعطافی من، نها کن. بعد میگم ما انعطاف نداریم. میبینی؟ ببین سیدعلی، جلوی قاضی و ملق بازی هر کی تو رو نشناسه، من که میدونم چه مارمولکی هستی. جای این نرم و تیز بازی ها حرف اصلی رو بزن. فکر کردی با یه جرعه جام زهر تحریما ماسمالیزیشن میشه و بعدش هم تمام؟ نه حاجی، یه جرعه همانا و فرو کردن پاتیل جام زهر تو حلقومت همان. حواست به طرفت هست یا نه؟ این کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، فراموش نکنه که طرفش کیست، فراموش نکنه که مشغول چه کاری است. این شرط اصلی است. طرف اکبر کوسه است. اون موقع که تو نمیدونستی کشتی خوردنی یا پوشیدنی، حاج اکبر حریف تمرینی امام کوفتید بود. ببین، طرف قرصی مثل شیخ فری رو به زور گذاشته زیر زبون نامبارکت که همینجوری نم نم تا فیا خالدونتو نرم کنه. این روزها که قهرمانان کشتی میهن
ضمن برخی نرمش‌های فنی با هوشیاری پشت حریفان را به خاک می‌مالند، این مثال هوشمندانه معنا و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. آره، خیلی معنا و مفهوم عمیق‌تری می‌یابد. سید علی، تا میتونی نرم بیا. همین روزاست که جای نرمش قهرمانانه کارت به دراز کش ذلیلانه بکشه. موشکار